تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید من برای دیدار دوستان به مدرسه رفاه رفته بودم که تو زیر زمین رفقای زندان و رفقای خارج از کشور جمع بودن و مسئله تشکیل سازمان جدید مسلحانه تو ایران شد که اگر کودتا شد ما وارد عمل بشیم. در اونجا خب بعضی دوستا رو من سابقهشون رو میشناختم که با هم بودیم توی سالهای 52 53 زندان بودن اومده بودن، رو مواضع اسلامیشون باقی مونده بودن، بعضی فراری خارج از کشور بودن و بعضی هم که گروه های داخلی بودن که ما ارتباط و تشکیلاتی با هم نداشتیم، مثل منصورون، موحدین. اینا در اونجا آشنا شدیم با هم و 9 تا گروه بودیم که منو به نمایندگی از طرف فجر و صف رفتیم. البته گروه صف شاخه نظامی فجر بود که اگه بچه ها رو گرفتن تو کارهای مسلحانه مثلا همه رو نگیرن، مثلا اون کار تبلیغاتی بود و اعلامیه و این حرفا بود. کار خیلی وسیع هم در کشور میشد. خدا رحمت کنه شهید بهشتی هم پشتوانه مالی ما بود که ما اطلاعات اصطلاح نظامی یا فتواهای نظامی مونم قرار بود از ایشون بریم بگیریم که جلسه اول که ما به اتفاق آقای کریمپور امیر کریمی گلهگ منزل ایشون رفتیم خیلی ما رو تذکر داد که در مواقع ضروری اضطراری پیشش بریم و ایشون میگفت که ما پوشش کارمون فرهنگیه ولی کارهای مسلحانه حمایت کامل میکنیم. ما رو رژیم به عنوان پشتوانه این کارا نشناسه. بعد کارهایی که ما فتواهایی که لازم بود به توصیه‌ای که خارج از کشور آقای حمید روحانی از امام گرفته بود در تهران از ایشون قرار بود بگیریم. جاهای دیگه ایران هم معرفی‌های شده بود. عرض کنم که بعد مراجعاتون در مواقع اضطراری به ایشون بود که مثلا جاهایی که تهیه میکنیم، چیزایی که میخریم، کار مسلحانه که کار غیر افراد میکنیم، تأسیسات میزنیم، این بساطا. بعد ما در اونجا 7 گروه بودن، یه گروه هم ابوشریف بود، یه گروه هم ما فجر صف اومدن نمایندهش که بیشتر نیروها رو ما داشتیم به اصطلاح که الان خیلی از این بچه‌ها الان تو سپاه و کمیته. خب تازه هم کمیته تشکیل شده بود. کمیته جنوب تهران که بنده و خیلی از دوستا سعید حجاریان، آقای سنیخانی خیلی از بچه‌های جنوب که الان سپاه هستن اینجا بودیم. بنده به عنوان معاونت این کمیته 13 تهران انتخاب شده بودم که آقای دشتیانی روحانی محلمون مسئولش بود و کار در کمیته میکردیم. آقای حسن کامرانی با جناب سپاه یزدانی‌ها رو گذاشتم پای تلفنشون از ساعت 11 شب، یادم اون شب معاصر سوسنگه تا 3 بندشا تمام امام جمعه ایران و فرمانده سپاه رو از خواب بیدار کرد. یه تلفنگرام 9 خطی بود که در روستای ابو حمیزه سوسنگت مثلا 12 تا زن ایرانی رو عراقی‌ها تجاوز ناموسی کرده بودن، جنایتی کرده بودن. ما تو 9 خط اینا رو همه رو تلفنگرام کردیم و این تلفنگرام به قدری اثر گذاشت. صبح همون روز ساعت 6 خدا رحمت کنه آقای رحمان دادمان و آیت الله مدنی از تبریز بلافاصله سوار هواپیما تهران خدمت امام میرن. تلفنگرام خدمت امام میبرن. امام دیگه دستور میدن که حتما معاصر سوزنگرد باید شکسته بشه. خطبه‌های اول نهج البلاغه است که ایم الله لو فرتن لهم هذا انا ماتحه لا یقدرون عنه ولا یعودون الیه. سوگند به الله من در جنگ زمین رو به گونه مهیا میکنم مثل حوضی که دشمن وارد حوض میشه قادر به خروج نباشه، اگر خارج شد انگیزه ورود رو نداشته باشه. یا مثلا تزول الجبال ولا تزول، در زمین مثل کوه قرار بگیر، یک پدافند محکمی به مانند کوه لازمه. این پدافند ابزار امروز چی باید باشه؟ چگونه یه نیرو میتونه مثل کوه در زمین مستقر باشه؟ نیرویی که فقط ابزارش اسلحه هست در زمین چگونه میتونه مستقر باشه؟ او از او ساقطه. این کار برمیگرده مأموریت مهندسی رزمی.
و دنیا بریم انشالله با رفقا اونجا لاغن این شوخی میگم تمام اتاق خالی های بهشت گرفتن مثل سمت قرچک شوراباد یه اتاقی رو میام. وقتی که حاج آقا جلوی در اتاق حاج داود رو بر روی تخت دراز کشیده دیدند، این جمله رو عزیزانی که هستن خاطرشون هستش که حاج آقا فرمودن که من امشب آمدم کف پای تو را ببوسم و بر چشمم بمالم. و بعد هم که موقع خداحافظی خانم محترم حاج آقا اومدند و با حاج آقای امجد سلام و احوال پرسی کردن، باز جمله ای رو حاج آقا به خانم بزرگوار حاج داوود فرمودن که خدمت به حاج داوود بهشت دارد، حاج داوود از اولیاء خداست.